ما تا وقتی چیزی رو از دست ندیم ارزشش رو نمیفهمیم. او با همه توان روی زمین افتاد. در 93 سالگی فوری به بیمارستان برده شد. هیچ کس نمیدانست دوباره میتواند راه برود یا حتی نفس بکشد. اما چیزی که همه را شوکه کرد سقوط نبود، قبض بود. 93 سال رایگان نفس کشیده بود، اما فقط 24 ساعت وابسته به دستگاه اکسیژن $500 هزینه داشت. بیهوش رسید، برای زندگی جنگید. 44 ساعت زیر دستگاه بود و زنده ماند. اما وقتی پزشک قبض را داد شروع به گریه کرد. دکتر آرام گفت خانم نگران نباشید به خاطر مبلغ. او در چشمانش نگاه کرد و گفت چیزی که همه را ساکت کرد، من برای پول گریه نمی کنم، توان پرداخت دارم. اما وقتی دیدم 44 ساعت اکسیژن $500 است، یادم افتاد 93 سال هوای خدا را هر روز رایگان نفس کشیدم. چقدر به او بدهکارم. پزشک بدون هیچ صحبتی اشک ریخت. درس این ماجرا: ارزش هوا را وقتی میفهمیم که قیمت پیدا کند. ارزش زندگی را وقتی میفهمیم که در آستانه از دست دادنش باشیم. تو امروز بیدار شدی، نفس کشیدی، بیان که بفهمی در حال تجربه یک معجزه‌ای. منتظر زمین خوردن، دستگاه یا قبض نباش تا حقیقت را ببینی. تو همین حالا همه چیز را داری. اگر این داستان به دلت نشست، همین حالا کامنت بگذار شکرگزارم. با کسی که باید برای زندگی بیدار شود به اشتراک بگذار و بهترینش را دنبال کن تا همیشه یادت بماند بزرگترین معجزه ها نامرئی اند.